جنابی ابداعش تعریف کرد. میگفت برای کفن و دفن یه میتی رفته بودم. قبل اینکه بخوام بذارنش تو قبر دیدم چیزی هلوشی یه وجب فضولاتی تری گوسفند ریختن کف اونجا. الان سوال شد. گفت اونی که این کارو میکرد پرسیدم باز چه همچی میکنی؟ این چه رسمیه دیگه؟ یارو گفت واقع تو رسالمون اومده برای هر فردی مسلمان مستحبه. گفت کنجکاف شدم، تعجب کردم، رفتم یه رساله پیدا کردم آوردم. گفتم بفرمایید رساله کجاش نوشته؟ یارو هم بخشی آیینی کفن و دفن شوقی کرد. گفت اینجا نوشته. جناب ابتهاجم خوندید نوشته مستحب است کف قبر مسلمان یک وجب پهن‌تر باشه. آره مشتی اینا پهنی تر میخوندن. لاکردان مصب تا شد ما هم قضاوت کردیم این مسئولین هم اوسکرین بهشون گفته زندگی مردم رو پهن‌تر کنید، وسیع‌تر کنید. اینا هم که سواد موادی درست حسابی نرن، پهن زدن به زندگی اون دیگه. ولی قضاوت نکنیم، خوبیت نهره. عزتت زیاد باشه.